الحمد لله الذي قال في كتابه إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. والصلاة والسلام على رسوله قال في ختابه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اولا همه شما را برادرای خیلی عزیز و گرامی به این روز سید، به این روز سردار هفته، به این روزی که در فضیلت و در شرف از عید قربان و رمضان دیده بهتر است تبریک و تهنیت میگویم و از پروردگار در این ساعتهای قبولی دعا میکنم که خدای مهربان این شبی که بهترین شبها بود، شب قدر، که در داخل او عبادت و شب زنده‌داری قریب 85 سال عبادت داده میشد، خداوند در نامه اعمال تمام آن بندگانی که این شب را احترام کردند، شب زنده‌داری کردند، خدای مهربان کتابت بفرمایی و خدای مهربان قلف دل همه ما بندگانت را گشاده بگردانی. خدای مهربان محبت ذات خودت را، محبت محمد صلی الله علیه و سلم را، محبت قرآن، محبت اسلام، محبت صحابه ها را خدای در دل ما جایگیر بگردان. خدای مهربان قدم هایی که به سوی این خانه تو زدیم، به سوی ادای فرمان تو زدیم، خدایا این قدم های ما را ضایع مگردان. خدای مهربان این جمعه آخر از ماه مبارک است، تا جمعه های سال آینده این ماه مبارک این قوم و جمع ما را صحت و سلامت خدایا نگه بدار. خدایا گذشتگان ما را رحمت و مغفرت بگردان. خدایا بیماری های ما را شفای کامل و شفای عاجل نصیب و روزی بگردان. خدایا مسافرهای این جمعیت، فرزندای این مردم تاجیک ما را صحت و سلامت به خاندان پس بگردان. خدایا این ملک تاجیکان، این دولت تاجیکان آباد و زیبا بگردان. خدایا هر یک نفری که برای این آبادی تاجیکستان دلسوزی دارد، سعی کوشش دارد، خدایا در حفظ امانت نگهش بدار. خدای مهربان شرم و حیا و عدل انصاف شعار تمام مردم تاجیکستان ما بگردان. خدایا سرور دولت ما هم که برای بهبودی این دین اسلام، برای بهبودی این مردم تاجیک، آبادی ملک تاجیکان سعی و کوشش ها دارد، خدایا ایشان توفیق با رفیق، عمر دراز و از همه بیماری ها خدا نجاتش ده. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
فاما من اوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا و ینقلب الی اهله مسرورا. صدق الله العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فاما من اوتی کتابه بیمینه فیقول هاؤم اقرءوا کتابیه اینی ظننت انی ملاق حسابیه فهو فی عیشة راضیه فی جنة عالیه قطوفها دانیه کلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه. صدق الله العظیم. وقتی انسان این آیت ها را میخواند و پیش انسان این منظره ها وقتی که گذر میکند، آدم یک حالت دیگرگون برای خود پیدا میکند. افسوس که ما از تحت ترجمه و تفسیر این آیت درکی نداریم. شنیدن این برای ما و شما شاید هیچ تأثیری نبخشد. این آیت هایی که تلاوت کردم یکی از سوره مبارکه حاقه تفسیر از پاره 29 قرآن، دیگر از سوره انشقاق پاره 30 قرآن بود. و به موضوع امروزه ما که فضیلت ماه مبارک است، از روی تفسیر مجاهد بسیار موافق است. پیش از آنی که من این آیت های قرآن برای شما مفصلا تفسیر نمایم، این منظره از دادن نامه اعمال حکایت می کند. من جمعه گذشته یک منظره را از سوره القارعه که در او در آخر این آیت فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه حکایت کرده بودم که منظره گذاشتن ترازو بود و وزن کردن این عملهای نیک و بدی بنده. برای شما یک پارچه او را بیان کردم. امروز هم باز منظره دیگری که در قیامت ما و شما را منتظر است، این دادن نامه اعمال است. نامه اعمال که در دعا ما دعا میکنیم پروردگارا نامه اعمال ما را به دست راست دادند نصیب بگردان. آیا این چی معنی دارد؟ ما باید همیشه دعا کنیم که الله نامه اعمال ما را به دست راست بده. خدایا با دست چپ دادنده و سوی تو پناه طلب میکنیم. میبینیم دست راست دادن چی فایده دارد. شاید دست چپ این من جمعه آینده برای شما تحلیل کنم، زیرا شاید وقتم گنجایش ندهد. نامه اعمال چیست؟ نامه اعمال این کتابی هست که پروردگار در دست فرشته ها کتاب میدهد، با همراهی قلم امر میکند این بنده من زمانی که به بلاغت رسید هر یک عملی نیک و بدی او را در همین کتاب ثبت میکنی، می نویسی. فرشته ها کردارهای نیک و بدی ما و شما را در کتاب می نویسند. الحال از سحر تا ساعت این 12 شما چی کاری که انجام دادین در کتاب شما نوشته شد. الله که نوشته شد. قدم هایی که بر جمعه گذاشتید، با چی نیت آمدید، آنها را در کتاب الله که ثبت شد. خداوند میفرماید فاما من اوتی کتابه بیمینه، هر وقتایی که اگر نامه اعمال این کتاب در دست بنده مؤمن به دست راست او داده شد. تصور کنید که روز قیامت پروردگار کتاب تو را در دست راست تو داد،
نامه اعمال داد، چی می شود؟ عاقبتش چیست؟ فسیحاسب حسابا یسیرا. پروردگار گفت شادمان باش، با سعادت باش، زیرا که بعد گرفتن نامه اعمال به دستی راست برای تو حساب سبک منتظر است. دستی راست گرفتی، حسابا یسیرا، الکی حساب تو بسیار عادی می شود، حساب تو بسیار سبک می گذرد. مقصد آینده تو جنت است. دیگر مشکلات بعد گرفتن نامه اعمال با دست راست تو را منتظر نیست. حسابا یسیرا. در حدیث های حبیب خدا میگذرد حسابا یسیرا معنای این دارد که خداوند بنده را فریاد میزند و نامه اعمال او را میکشاید و بنده گناهانش را نشان میدهد که دیدی چقدر گناه داری، این گناه های تو را من در دنیا ستر کردم، پرده پوش کردم، حتی با رفیق و همسایت آشکار نکردم. امروز که من خدای مهربانی تو هستم، در محشرگاه هم این آشکار نمی کنم تا که باعث شرمندگی تو نشود. من تو را ای بنده مغفرت کردم، بگیر نامه اعمالت را به دست راست. اینم مهربانی پروردگار است. در حدیث ها این گونه هم تحلیل شده است. زیرا حبیب خدا میگوید من نقش الحساب عذب. اگر کدام بنده را پروردگار مورد محاسبه قرار داد حتمی عذاب میکشد. کدام بنده را که اگر پروردگار حبیب خدا میگوید حسابات را گرفت، از او از نماز، از روزه و از عبادتش پرسانش کرد، حتمی وی عاجز می آید، در عذاب گرفتار می شود. در اصل ما در برابری نعمتهای دادگی پروردگار هرچی عبادت کنیم کم است، هرچی عبادت کنیم کم است. اگر ما مراجعت در قرآن کنیم و سوره نحل در آیت 90 او آمده رسیم، الله چی میگوید در این سوره نحل که مورد زنبورها نازل شده است؟ میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و این تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الله لغفور رحیم. الله میگوید اگر ای بندگان من شما شب و روز اگر نعمتهایی که من بر شما دادم تعدوا اگر حسابش کنین لا تحصوها، حسابی وی نمیابین. از حساب نعمتهای دادگی من بالای شما در حسابش عاجز می آیین. نعمتهای من خیلی بیکران است. افسوس که ما سوره تبارک میخوانیم، سوره ملک، بالای قبرستان و فقط فکر میکنیم همین تبارک فقط برای گورستان باشد. لیکن وقتی سوره همین ملک میخوانیم آیت 23 او را میخوانیم، الله میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون. الله میگوید ای محمد صلی الله علیه و سلم خطاب دارد به این بندگان من خبر بده که هو الذی انشأکم، اینا در عالم نابودی بودن، اینا در عالم نیستی بودن، اینا در پرده عدم بودن. اینها را کی پیدا کرد؟ شما را کی پیدا کرد؟ و اینها خبر بده. پروردگار میگوید اینها که وجود نداشتند، اینها را ما از عالم نابودی به عالم بودی، از عالم نیستی به عالم هستی آوردیم. اینها را خبردار کن تا که خالقشان شناسند. اینا از میمون تولد نشدند، اینا از خاک، از پدر، از حضرت آدم. و جعل لکم السمع، پروردگار باز منت دارد بالای بندگانش. من برای شما و جعل لکم السمع، من گوش شنوا دادم، والابصار بینایی دادم، والافئده دیل دادم تا که با این گوش ها گوش اندازین، با این چشم ها نظارت کنین،
با این دلها اندیشه کنیم. قلیلا ما تشکرون، در برابر این قدر نعمتی که من به شما دادم چی بنده های ناسپاسی هستیم که قلیلا ما تشکرون. قلیل میدانیم، قلیل عکسش کثیر است. پروردگار کثیر ما تشکرون نگفت، بسیار ذکر میکنید مرا نگفت، قلیل ما تشکرون، بسیار کم مرا ذکر میکنید، بسیار کم در یاد من هستید در برابر این قدر نعمتی که از چشم، از گوش، از دل و دیگر اعضایی که من به شما دادم. یک دکتر در میریم وقتی که ما و شما اگر احتیاج به جراحی شویم یا که فرزند ما و شما را اگر یک طبیب جراحی کند، وقتی که وای سلامت میخیزد و هم که با قدرت پروردگار میخیزد و با قدرت پروردگار شفا مییابد، وقتی که فرزند ما سالم و سلامت میماند، همون طبیب وقتی ما میبینیم تعظیم حرام است، تعظیمش میکنیم. به خاطر چی؟ به خاطر که فرزند مرا این نجات دادگی است، به خاطر که همین آدم سبب شد و من از این بیماری مشکل چیکار کردم؟ نجات یافتم. لیکن این اعضاهای درسته که آن طبیب اساسی که پروردگار است با روایت ناسپاس شکر نمیکنی. این تن صحتی که خدا برای تو داده است، برای این تن صحت تو شکرگزار نیستی. آن پیوندی که وای کرده است، این پیوند که یک چیزی گویم که یک وقته هست، شاید 1 سال یا 2 سال پس باز همون درد شروع شود. لیکن اعضاهای درست، این اعضاهای مستحکمی که خدا داده است، به این نعمت هیچگاه نمیرسی. شکر این نعمت به جا نمیاری. تفسیر روح البیان تماشا کردم، زیر همین آیتی که و این تعد نعمت الله لا تحصوها را یک عرب 4 مصرع شعر گفته است، با عربی گفته است. من میخواهم معنای همون برای شما گویم. در 2 مصرع اولش گفته است که اگر انسان 1000 سال عمر داشته باشد و در همین 1000 سال فقط عمل صالح کند، در همین 1000 سال فقط سری در سجده داشته باشد، تا حال شکرانه پروردگار به جان آورده است. در 2 مصرع دوم چی میگوید؟ 3 و 4 این مصرع میگوید اگر 1 سال 1000 ماه باشد، این الحال شما حساب شگون میکنین، من میگویم 1 ماه 1 سال خودش 12 ماه است. لیکن شاعر عرب میگوید اگر 1 سال تخمین میکنیم، وای مثال آورده است، اگر 1 سال 1000 ماه باشد، 1 ماه 1000 روز باشد، هر روز 1000 ساعت باشد، 1 ساعت درازیش مقدار 1000 سال باشد، با این قدر عمر اگر تو پروردگار عبادت کنی، تا حال قدر نعمت او تو نرسیدی، تا حال آن مهربانی ها و آن نوازشی که الله نسبت تو دارد، تو بنده به او نرسیدی، تا حال به او نرسیدی. از این خاطر از حضرت سعدی را خدا رحمت کنه میگوید از دست و زبانی کی براید که از عهده شکرش بدر آید. از دست و زبانی کی می آید که شکرانه آن ذات به جان بیارد؟ از دست و زبان هیچ کس نمی آید. بنده همان به که تقصیر خیش عذر به درگاه خدا آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جا آورد. هیچ کس نمیتواند. حضرت مولوی را خدا رحمت کند میگوید در حمد تو اگر سری هر موز زبان کنم، گوش اندازین، در حمد تو ای پروردگار، در تعریف و صفت و شکرانه تو هر یک سری مویی که دارم اگر زبان چسبانم، در حمد تو اگر سری هر موز زبان کنم، هر عضو را به ذکر اگر 100 دهان کنم، از اشتیاق تا دم محشر فیغان کنم، خونابه ها ز هر سر مژگان روان کنم، اینها کم است زان که نگوید چی ها کرد. هر یک موی زبان بتون، هر یک عضو 100 دهان بتون، از اشتیاق تا دم محشر فیغان کنم، از روی شوق و محبت تو ای ذات تا قیامت داد گویم، از سر هر مژگان از ترس تو اگر خونها چکد، اینها هم در برابر نعمتی تو کم هستند، کم هستند. لیکن
اگرچه کم است، اگرچه بنده عبادت پروردگار را با پررگی بجا آوردن نمیتواند در برابر این قدر نعمتی که الله داده است. لکن چیکار میکنیم؟ لکن الله در سوره زمر میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. صدق الله العظیم. ای بندگان من میدانم که در برابر این نوازش من، در برابر غمخواری که از پدر و مادر دیدم من به تو غمخوار هستم، در برابر این نعمتهای من تو مرا عبادت کردن نمیتوانی. لیکن بازم این ناامید نباش. میگوید ناامید نباش، ناامید نشو که این قدر نعمت الله بر من داد است و من شکرانه او را بجا آوردن توانسته ایستادم. این ده میگه پروردگار دل مانده نباش، ناامید نباش، زیرا که الله میگه لا تقنطوا من رحمت الله. ای بنده هایی که شما عمرتان در گناه، در بی‌پروایی صرف کردید، بازم این شما از رحمت من ناامید نباشید. پروردگار شما همه گناه های شما را مغفرت میکند. پروردگار شما رحیم و غفور است. وسعت رحمتی علی غضبی، سبقت رحمتی علی غضبی. لما خلق الله الخلق، حبیبی خدا میگوید وقتی الله خلق کرد، كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش. انمون کتابی که وی خلق کرد، همین انسانهایی را که خلق کرد در کتابی که در نزد پروردگار که بالای عرش است، چی نویسان این رحمتی سبقت غضبی. رحمت من غضبم را گذشت. اول رحمتم است، بعد عذابم هست. از این خاطر ما به این وعده های پروردگار تکیه کننده هستیم، امید داریم، امیدوار هستیم. میگوید یک عابد، یک شیخ در بنی اسرائیل عبادت میکرد، 70 سال از جای نماز بیرون نمیشد. بسیار عابد بود، بسیار حلال خور بود، هیچ بار زبانش از ذکر پروردگار خشک نبود، همیشه با ذکر پروردگار زبانش تر بود. الله میگوید فرشته ای را روان کرد که رو با این عابد، با این شیخ بگو که دیگر مشقت نکشد، اگر 70 سال دیگرم عبادت کند باشیشگاه وی دوزخ است، جنت برای این حرام است. فرشته آمد میگوید، صاحب تفسیر روح البیان میگوید فرشته آمد و این وعید، این خطاب پروردگار به این شیخ خبر داد که الله میگوید اگر 70 سال دیگه همین عبادت داری، از این ده زیباترش کنی، الله تو را دوزخ میبرد، از جنت تو را محروم گردانیده است. این شیخ چی گفت؟ امید بینین. این شیخ گفت، این ملائک گفت الحال نزد الله را و نزد پروردگار من برو بگو نحن خلقنا للعباده. و پروردگار گفته است و من خلقت الجنس والانس الا لیعبدون. ما عالم انس و عالم جن به خاطر آفریدیم که مرا عبادت کنند. منم گفت یک نفر از این بندگان خدا هستم، من بر بهشت دوزخش کار ندارم، فقط وظیفم که عبادت است. اگرچه پروردگار مرا از بهشتم محروم گردانیده باشد، تا زمانی که نفس در بدنم دارم از عبادت پروردگار روی نمیگردانم. وقتی این سخن ملائک برد و گفت ای پروردگار، ذات تو شنوا هست که اون شیخ بر من چی گفت، تو میدانی. الله گفت همه شاهد باشین که این بنده من بنده ناامید نیست، این بنده امید دارد، تکیه دارد. از این خاطر همه گواه باشید که گناه این شیخ من بخشیدم، این شیخ من وارد جنت میگرداند. ما در برابر نعمتهای پروردگار عبادت هامون خیلی چی است؟
ناچیز است، خیلی کم است. و ینقلب الی اهله مسرورا. در دوام این آیت چی بود؟ فاما من اوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا. تحلیل کردیم، آمدیم به آیت سوم و ینقلب الی اهله مسرورا. پروردگار میگوید وقتی که این بنده مؤمن، این بنده خدا ترس، این غمخوار اسلام، این غمخوار قرآن، این غمخوار مسجد، وقتی نامه اعمال که به دست راستش دادیم و ینقلب الی اهله مسرورا، بعدا اجازتش میدیم که پیش زن و فرزندت برو به بهشت. زن و فرزندت منتظر تو، اونجا قصرها و اونجا خیمه های زیبا، زن و فرزندهایی که در دنیا داشتی همش منتظر تو هستند. یک وقت نامه اعمالش از زیر کش میکند و به پیش زن و فرزندش میرود. کسی که اگر در آخرت نامه اعمال به دست راستش داده شود. سوره حاقه چی میگوید؟ فاما من اوتی کتابه بیمینه فیقول هاؤم اقرؤوا کتابیه. الله میگوید وقتی که من نامه اعمالش در دست راستش که دادم، چنان خرسند می شود، چنان شادمان می شود که همون محشر بودگی‌ها را هاؤم اقرؤوا به معنای بگیرید، بخوانید نامه اعمال مرا. وقتی میبیند نامه اعمال پر از ثواب، ماه رمضان روزدار، 5 وقت نماز در مسجد خوانده شد، از عبادتهای پروردگار سرکشی ندارد، دلسوز قرآن، پشتیبان اسلام، همش در همون دله و در همون کتابش کتابت است. وقتی اینه که میبیند کتاب یک نور دارد، کتاب به بهترین خطها نویسانده شده است، بلند میبردارد، تماشا کنین کتابی مرا، هاؤم اقرؤوا کتابیه انی ظننت انی ملاق حسابیه. بعد همین بنده که در دست راستش کتاب گرفته است چی میگوید؟ من یقین داشته بودم که روز قیامت با این کتاب خود روبرو میشوم، الحال با او روبرو شدم. ضحاک میگوید هر یک کلمه ظن، اگرچند که ظن در عرب ها گمان میدهد، لیکن در ضحاک میگوید که در قرآن هر کلمه ظن در راست مؤمن یقین است، در راست کافر و شک است. این ظننتو بدرست این که من یقین میدانستم که با این کتاب خود روبرو میشوم. در زیر این آیت میگوید ثعلبی از ابن عباس روایت میکند که اولین نامه اعمال به دست راست روز قیامت عمر ابن الخطاب میگرفته است. حضرت عمر ابن الخطاب اولین کتاب به دست راست همون کس می برداشته است. حضرت ثعلبی از ابن عباس روایت میکند، گفتن ای عباس، آخر حبیب خدا گفتن بعد من بهترین انسان ابوبکر است، ابوبکر چرا نگرفت؟ ابن عباس گفتن هیهات هیهات، آخر ابوبکر بالای دست فرشته ها سبک و تیز و شادمان در بهشت است. زمانی که نامه اعمال در دست عمر میزند تا اون زمان ابوبکر در بهشت است. گفت برای او بهترین نوازش از جانب پروردگار است. فهو فی عیشت راضیه فی جنت عالیه. پروردگار میگوید وقتی من نامه اعمال که در دست راستش دادم، بعد از او چی میگویم؟ رو در همون بهشتی که راضی میشوی، بهشتی که عالیه هست، عالی هست، بلند است. شما میدانین که خداوند در قرآن میگوید ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین و ما توعدون. جنت در آسمان است. الله میگوید جنت بلند است، جنت عالی است. جنت انا همون جنت عالیه در رو درا میگوید. جنت عالیه را هم قطوفها دانیه را هم تفسیرش همین است که جنتی ها در بالای همین کتهایی که امروز ما و شما میبینیم کندکاری در بعض خانه بای بچه ها میبینیم، افسوس میخوریم که چقدر کتی زیباست. تصور کنید که در جنت از بریلیانت ها و بهترین گویم همون متریال های قیمت ترین
برای جنتی ها کت ساختگی هست. بهترین بالشت ها برای بهشتی ها آماده شدند. الله حکایه میکند که جنتی میگه در زیر کشش بالشت ها و تکیه زده است که مبادایی که دلش یک سیب میخواهد، دلش خرما میخواهد، همون زمان وای پیدا میشود. بنده از او در حال استفاده میبرد. جنت جایی هست پدرای عزیز که در اونجا دیگر مرگ نیست، تو ابدی زنده میمانی. جنت جایی هست که دیگر خوراکه در اونجا پرابلم نیست. امروز در خاندان ما و شما اگر امروز گوشت یافت شود، فردا یافت نمی شود. اگر امروز اشتهای گوشت داشته باشیم، شاید دست نارس باشیم. لیکن الله میگوید در جنت طعام و ناز و نعمت از پیش بنده کنده نمی شود، همیشه وجود دارد. در جنت زحمت و مشقت نیست، رنج نیست. در جنت مصیبت نیست که بچه مرد، زن مرد، آدم مرد، نیست اینها. جنت جایی هست که همیشه شما جوان هستین، پیران سالی در جنت نیست. میاییم به سر موضوعی که به این جمعه ما وابسته هست. در آخر این آیت سوره حاقه چی گفتیم؟ کلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه. حضرت مجاهد این تفسیر کرده است که الله میگفته است روز قیامت بخورید بنوشید بر آن چیزی که شما پیش روان کردید در روزهای خالی. آن چیزی که شما پیش روان کردید در روزهای خالی. میگوید همون فی الایام الخالیه ماه مبارک رمضان است. الله میگوید شما که در دنیا که نخوردید ننوشیدید، در بدل این نخوردن و ننوشیدن روز دنیاییتان در این جنت بخورید و بنوشید برای این روزهایی که در این دنیا شما مشقت کشیدید. روزه داشتن کاری آسان نیست. اگر آسان میشد بعض بندگان خدایی که امروز روزه را میخورن اونا روزه میگرفتن. برای همین روز قیامت برای روزدارها این صدا همی شد است که بخورید و بنوشید برای این روزهایی که شما نخوردید و ننوشیدید. خورید امروز همه اینها آش بدن شما شود. امروز همه اینها نصیب شما شود ای بندگانی که در این ماه مبارک سحرخیزی کردید، تشنگی کردید، گرسنگی کردید، امروز مرحمت خوردن گیرید. حبیب خدا میگوید الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامه. روز قیامت همین ماه مبارک و همین قرآنی که در نزد من است و در خاندان شما هست که امروز شما حرف او را خوانده نمیتوانین، اینها طلب شفاعت از پروردگار میکردند. جای گویم که باور تأسف است، جای تعجبم است که امروز جوانای ما و شما، من امروز شما را دلالتی به علم دنیا میکنم، شما علم دنیا را پره گیرید، بی سواد نمانید، لیکن از علم قرآن شما اولین درجه باید آگاه باشید. قرآن خواندن نمیتوانید، عیب است، شرم است، باور که گناه است، جنایت است در همین شرایطی که شما دارین. شما چشم قرآن خوانی ندارید، عیب است، شرم است، حیف بر همون انسانی که امروز قرآن خوانده نمیتواند. این از روی تنبلی، این از روی ضعیف ایمانی است. امروز دیگر هیچ شرایط، هیچ بهانه نداری، تو همه شرایط برای تو آماده است، فقط تو ایمانت ضعیف است، فقط تو را ایمانت کامل نیست، و الا تو قرآن خوان میشوی. و الا این قرآنی که در هر حرفش پروردگار میگوید من قرأ حرفا من القرآن فله حسنه. ای انسان، در دنیا برای پول جمع کردن حرکت داری، برای مال دنیا را جمع کردن وقت داری. اگر گویند در مسکو $1000 است، همینجا شب ناگفته و روز ناگفته حرکت میکنی، میروی. لیکن برای نیکی که پروردگار گفته ایستاده است ای انسان، تو یک حرف این کلام
حرف این یک کتاب آسمانی را یک حرف را بخوان، من قرأ حرفا من القرآن فله حسنه، من برای تو ای بنده حسنات میدهم، من برای تو پاداش میدهم، من برای تو فیض و کشایش و برکات میدهم. یک حرف را بخوان، یک الف بگو، من برای تو برکات میدهم. فله حسنه، الله میگوید یک حسنات نمیدهم. الحسنه بعشرة امثالها، یک حرف الف بگو 10 ثواب میدهم، 10 ثواب. ولا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف لام حرف میم حرف. گفتم وقتی تو قرآن میکشایی اولین آیتی که میخوانی از الف لام سر میشود. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. وقتی تو شروع میکنی همون الف لام میم 30 ثواب برای تو میدهم، 30 ثواب. به قدر این ثواب ها روز قیامت شما میرسید. وقتی حسنات ما کمی کند، وقتی ثواب ما با ثواب در عاجز آمدیم پیش پدر و مادر دویدیم که حسناتم ده که تا که نجات یابم که ما را حسنات ندادن، اون زمان به قدر این سخنها شما میرسید. انا همین قرآن، انا همین ماه مبارک، روز قیامت پیغمبر خدا گفت که صاحبان خودش شفاعت طلب میکند از پروردگار. یقول الصیام، همین ماه مبارک چی میگوید؟ یا ربی، ای پروردگار، منعته الطعام و الشهوات بالنهار. ای الله تو دانا هستی، تو میدانی که همین بندگانی تو را من در روز نگذاشتم که با زنهاشان خانه‌داری کنند، نگذاشتم که از نوشاکی ها و طعام های حلالی تو خورند. فشفعنی فیه، خدایا شفاعتش کن، پروردگارا شفاعتش کن، خدایا از عذابت خلاصش کن، خدایا همون جنتی بهترین در جایگیرش کن. روزه ماه مبارک از الله زاره میکرد، تولا میکرده است. و یقول القرآن، قرآن چی میگفته است؟ منعته النوم باللیل فشفعنی فیه فیشفعانی. قرآن میگفته است پروردگارا این بنده قرآن خانی تو وقتی شب میخواست که پیش از خواب کردنش مرا کشاد و خان، 1 ساعت و 2 ساعتی از خواب شبش در بالای من گذرانید. ای پروردگار من که کتاب تو هستم، من که کلام تو هستم، شفاعتش کن. فیشفعانی. پیغمبر خدا گفت اینا وقت طلب شفاعت میکند روزه و این کتاب قرآن، پروردگار این بنده را شفاعت میکند، پروردگار از عذابش خلاصش میکند. خوش به حالتان برادرایی که امروز قرآن شما دوست میدارین، قرآن شما احترام میکنین، قرآن در دیده هاتان میمالین. آن موی سفیدایی که امروز قوت خواندن این ندارین، در دیده هاتان مالین، بوسش کنین، دائم احترامش کنین، انشاءالله شما ثواب قرآن خوانا را دریافت میکنین. لیکن آن شخصانی که قدرت دارین، شرایط دارین و خواندن نمیتوانین، این قرآن برای شما طلب شفاعت نمیکند، طلب شفاعت نمیکند. و آن کسانی که امروز ماه مبارک خوردن، از ماه مبارک روزه نداشتن، حبیب خدا میگوید من افطر یوما من رمضان، اگر کسی که من غیر عذر ولا مرض، اگر کدام بنده که از این ماه مبارک 1 روز خورد، 1 روز خورد، از همین 30 روز 29 روز گرفت، 1 روز خورد، به یگان درد و به یگان مسافرتی و به یگان سبب خورد، لم یقضیه صوم الدهر و این صامه. حبیب خدا گفت اگر به عدد تمام همین دنیا روزه گیرد، ثواب آن ماه مبارک دیگر یافتن نمیتواند. اگر تمام دنیا را گویم عددش قطعی، اگر تو روزه بگیری ثواب این روزه را تو دیگر دریافت کردن نمیتوانی. خوش به حال آن برادرایی که اولادن گویم با تمام یار رفیق، خواهر و دادر و مادرشان روزه داشتن. خوش به حالتان، باور کنین انشاءالله این سخنهای خدا و پیغمبر ما و شما در همون محشر بعدن میبینیم.
و معامله این قرآن و این ماه مبارکه ما و شما در روز قیامت انشاءالله مشاهده میکنیم. اینا اگرچه در دنیا هم عزت دارد، در دنیا هم فیض دارد، در دنیا هم برای شما بخت میارد، لیکن در آخرت هم شما عزت دارید. همینجا یک چند سوالهای تعجیلی آمده است. با همین من ماه مبارک رمضان که 4 جمعه خواندیم در اطراف فضیلتش صحبت کردم و باوری کاملم دارم که همه شما کاملا انشاءالله از این ماه درکدار شدید و دیگر در اطراف این من سخن نمیرانم. جمعه آینده خدا خواسته باشد که سوالها بیشمار شده است، شاید یکان جمعه سوال جواب میکنیم و الحال که چند سوال تعجیلی هست و وقت الحمدلله باقی است، من برای شما خبر میدهم. اینجا در برادر برای من یک سوال دادن. بسیار درود و رحمت خدا بر شما باد ای دعوتگری راه حق. خوش به حالتان که امروزها در اخلاق و فکر و روش این مردم تاجیک دیگرگونی زیاد به وجود آوردید. من نیز یک جوان نو اصلاح شده از صحبتهای ساده و شیرین شما، ما یک گروه دانشجوی از شما یک سوال داریم. ما میدانیم که شما در بسیار صحبتها جوانان را به علم حاضرت دعوت میکنید و نیز با احترام معلم ها، چنانه که ما آگاهی داریم 6 معلم از مسجد شما از مکتب 51 معاش میگیرد. این معنای او را دارد که شما با مکتبها و دانشجویها و معلمها رابطه زیچ دارید. رحمت به شما. سوال چنین است: یک معلم داریم، نام و نسب شرط نیست، از ما سوال میکند همان خدایی که شما او را میپرستید در کجا هست؟ اثبات کنید. هرچی میگوید، هرچی میگویم قبول ندارد. گفتیم بیا نزد داملا میرویم، میگوید که داملا نیز مثل شما است. داملا شما چی میگوید؟ ما با این معلم چگونه معامله کنیم؟ او را سلام دهیم یا نه؟ جوابش را انتظارم. با شما اخلاص خیلی زیاد دارم. ما در اصل برادرای عزیز جوانان امروز به علم حاضرت دعوت میکنیم، زیرا که آبادی تاجیکستان ما از روی علم است، از روی اختصاص است. شما تا کسب نگیرید، تا علمتان اگر ذهن شما کشاده نشود، امروز در تاجیکستان ما بهبودی ها پیدا نمی شود. یگانه مردمی که دلش به همین تاجیکستان می سوزد این مردم تاجیک است. فقط تاجیک دلش به تاجیکستان می سوزد، دیگر هیچ ملت پروای ما ندارد. از این خاطر مقصد ما همچی است تا که تمام آن کارگرهایی که در هر ساحه کار میکنن از تاجیک ما باشند. انشاءالله این حالت در تاجیکستان ما آباد می شود. و دیگر این که ما رابطه با مکتبها داریم، در اصل ما معاش میدهیم، با معلم ها خیلی احترام بلند داریم. ما رو نیز در تمام مجلس ها و معرکه هایی که هست معلم ها احترام میکنن. لیکن امروز سیاستی که رئیس جمهور هم گرفته است، میگوید که در سیاست من معارف در سطح اول میستد. شما اگر برنامه رئیس جمهور با معلم ها اشتراک اگر دیده باشین، در همونجا شعار بود که در سیاست پیش گرفته من معارف در سطح اول میستد. ما نیز این طرفدار هستیم، باید که در سطح اول ایستد. باید جوانای ما امروز خواننده باشند. باز میگم که این آبادی تاجیکستان ما هست، لیکن این سیاست پیش گرفته رئیس جمهور معنای او را ندارد که معلم ها امروز در وجود خدا و در وجود و در نبودن پروردگار با طالبه ها بحث و مناظره کند. معلم به خودش وظیفه دارد، درس دارد. باید همون چیزی که درسی که در ساعتش آماده شده است از او بیرون باید نبراید، از او باید بیرون نبراید. امروز دیگر دوره شوروی نیست که معلم گوید که آدم از میمون شد ما خب کده گوش اندازیم. امروز طلبه حق دارد که امروز آشکار بیانی است. وقتی معلم دوای بی خدایی کرد، طلبه اگر علم داشته باشد اثباتش کند، با او بحث کند. ما در برابر معلمی که خدا را تحقیر کند،
مسجد تحقیر کند، داملا را تحقیر کند، ما اون گونه معلم قطع رابطه نداریم. ما با معلم رابطه داریم که غمخوار فرزند ماست، فرزند ما را تربیت درست میکند، با فرزند ما معامله خوب میکند. همون خدایی که بچه من پرستیشش میکند، همون معلم قدما رابطه دارم که با همون خدا آشنا باشد. وجود خدا برای شما طلبه های عزیز، دانشمنده های عزیز، هیچ دوره نرویم. عبدالله مبارک میگوید بار میگوید در صحرا نگاه کردم که یک جوان میگوید خرد بود، 30 سالش خرد بود، گوسفند زیاد بانی میکرد. دلم سوخت که این چوپان است، این دیگر کی از خدا خبر میدهد؟ رفته یک آموزشش کنم تا که به خداشناسی را تعلیمش کنم. وقتی میگوید پیش این کودک رفتم، گفتم با وجود خدا باوری داری؟ و گفت بله باوری دارم. گفت چگونه اثبات میکنه که خدا وجود دارد؟ کودک سوال دادن. عبدالله مبارک برای تعلیم رفته بودن، لیکن از کودک تعلیم گرفتن. گفتن چگونه اثبات میکنی که خدا وجود دارد؟ گفت ای عبدالله مبارک، همین گوسفندهایی که من چوپانی میکنم، همینا احتیاج به یک نگهبان دارن، همیان احتیاج به من دارن، احتیاج به یک چوپان دارن که تا که اینها از ضرر گرگ و درنده ها نجات بیابند. من اینها را نجات داده ایستادم، اینها محتاج بر من هستند. پس این مخلوقی که در روی دنیاست چگونه نگهبان نداشته باشد؟ گفت ای کودک، گفت کیفیت خدا چگونه است؟ خدا چگونه است؟ مثلش چگونه است؟ گفت الله مثل ندارد، مانند ندارد. گفت چگونه؟ گفت آخر همین گوسفند بین و مرا ببین، گوسفند دیگر است، من دیگر هستم. گفت پس چگونه خدا مثل من باشد و من مثل خدا؟ عبدالله گفتن خوش به حال، در حق من دعا که. گفتن عبدالله مبارک از کودک دعا طلب کردند. کودک وجود خدا را میداند، معلمی که 5 دیپلم دارد میداند. 5 دیپلم وجود خدا را به یک عادی ترین مسئله بیان دارد. گو مرا یک تعلیم کن. گو تعلیم من بر تو این است ای عبدالله که اگر علم برای خدا گرفته باشی، در طمع را برای خودت بند کن. علم برای خدا گرفته باشی، ملا برای خدا شده باشی، مردم طلا و تاراج نکن، از مردم پول نستان، امر معروف به مردم بیزنس نکن. لیکن اگر علم برای دنیا گرفته باشی، امت از جنت بکن. گفتن خوش به حالت. گفتن حضرت آمین کردن و از پیش کودک دور رفتن. یک کمپیر، من در برابر این معلم دانا کودک مثال میارم، یک کمپیر میگوید یک چرخ ریسی داشت، چرخ میریست، رشته میبافت، چرخه میگویم. یک جوان آمد پرسید ای ماما، گفت وجود خدا را چگونه اثبات بکنی؟ وقتی چرخه دور میگشت، چرخه را از دستش دور کرد که چرخه باز ایستاد. گفت ای جوان، گفت همین چرخه، گفت احتیاج به تاب دادن من دارد، حرکت من دارد. پس این آسمان و ستاره و مهتابی که دور میزند، آیا اینها را کی حرکت میدهد؟ جوان قانع شدن. برای آدم با عقل یک نکته بس است، اگر شعور است، ورنه چو چراغ پیش کور است. حضرت امام ابو حنیفه ما و شما، صاحب مذهب ما و شما را گفتن خدا را اثبات کن. یک گروه ممیت آدمای بی توفیق مثل این معلم گفتن خدا را اثبات کن، چگونه وجود دارد؟ گفتن مرا 2 روز مهلت دهین. میلش 2 روز بعد حضرت امام ابو حنیفه آمدن و گفتن اثبات کن. تو چرا گفت 2 روز مهلت گرفتی؟
گفت من در فکر یک کشتی بودم، یک کشتی که در بحر حرکت میکند بی راننده رفته ایستاده است. من در فکر همو بودم که این کشتی بی راننده بی شفیار گویم چه خیلی حرکت میکرده باشد. این به توفیقان گفتن خیلی به دانش بوده، 2 روز برای همین تحمل، برای همین فکر کردی که کشتی بی راننده چگونه حرکت میکند؟ تو نمیدانی که کشتی بی راننده حرکت نمیکند. گفت سری مقصد آمدی. مادام کشتی که بی راننده حرکت نکند، این دنیا را که حرکت داده ایستاده است؟ این ستاره هایی که حرکت دارند، این ماهتاب زمینی که گردش دارد حرکت دارند، اینها را که حرکت داده ایستادند؟ ای بی سواد گفت. در حال میگوید آدمی با فهم که بود، در حال گفت که من تسلیم شدم. در حال اگر همین معلم از این مثال ها هم که اگر عبرت نگیرد، همین دلار، امروز دلار هم میدانیم همه ما و شما که در روی دنیا دوره های شوروی در پول سوویتی از همه به آب رو بود. امروز در دنیا پول به آب رو گوییم دلار است. در همین دلار چی نویسانده شده است؟ دولت امریکا، دولتی که امروز گویم پیشرفتش از همه دولت ها گذشته است، تمام تکنیک های روی دنیا را کشفیات دارد، دولتی پیشرفته، اقتصادش با قوت در تمام دنیا امروز راهبر است. همین پول دلار در پس نویسندگی است این گاد وی توریست. این در می شود گادش خداست، وی شکل مایان است در انگلیسی. مایان در وجود خدا باوری داره. در پشت دلار کلان کلان نویسنده شده است ما در وجود خدا باوری داریم. اون که عالم ها با معلم هاش باور کردن، همین تو باور نکردی میلش آخی. آی دانشجوها غمگین شدن، من به خدا قسم پروایی ندارم. برای چی؟ برای که پروردگار گفته و من کفر فإن الله غنی حمید. اگر روی دنیا که کافر شود، ای بنده های خدا ترس، پروا نکنین، خدا دوزخ دارد، عذاب دارد. داملای عزیز، من $10,000 دارم، لیکن کوارتیران در دوشنبه زندگی میکنم، زیرا قوتم به خانه خریدن نمیرسد. آیا من زکات میدهم یا نمیدهم؟ در دوشنبه یک خانه $20,000. شرط زکات این است برادرای عزیز، زکات کسی میدهد که در فقه ها میاد. اگرچند من میدانم که بعد این فتوای من اولی چند با نافهمی ها و باز بعضی گپ ها میخیزن، لیکن من انشاءالله کتاب دارم، دلیل دارم، حجت دارم. صاحب کتاب میگوید که برای دادن زکات ضرور است که انسان اول آشخانه را ببین، اول گفته است دکان داشته باشد، دوم لباسش تأمین باشد، سوم جای خواب خانه داشته باشد، بعداً ماشینی سواره داشته باشد، بعداً از تمام آن چیزی که در خانه لوازمات خانه لازم است همه اینها بود باشد، بعد زکات دهد. از این خاطر جوانای عزیز، شما می توانید بهترین ماشین خرید، بهترین خانه در داخل شوین، بهترین لباس و بهترین شرایط در خانه آماده کن، بعد او که پولی تو به $1,500 رسید، بعد زکات ده، برای تو درست. فهمیدین؟ عادی بس همینش. یک سوال دیگر جواب میگیم به همین انشاءالله تمام. اینجا در سوالای تعجیلی بودن، بسیار لازم بودن، خیلی خدا خواسته باشد جمعه آینده من جوابشون میدم. خب اکای حاجی میرزا، السلام علیکم. میخواهم که این جواب را در کسیت ثبت شود تا که همه گوش کند. از آن جمله زن خودم، زنم به من گفت لعنت بر پدر و مادرم که مرا به تو دادن، تو لایق من نیستی، تو شکل نداری، زیبا نیستی، با تو زندگیم تلخ است. داملا 1 سال زندگی داریم، تا حال معامله خوب را از این زن نمی بینم، لیکن از صحبت های شما استفاده برده صبر دارم. چی میگوید حاجی محترم؟ این مرد شاید گویم که
سیکه و صورت نداشته است، زیباگی نداشته است، لیکن زنی خوشرو داشته است و این زن از حسابی که این بد است، این شکل ندارد، زیباگی ندارد، دل مانده شده است و حتی گفته است لعنت بر پدر و مادرم که تو را در نکاح من در آورده است. این زن به فکر من خیلی زنی بی خدا باشد از روی این معامله‌ای که اگر کرده باشد. بی خدا به معنایی که این ناسپاس، بنده ناشکر. جوانای عزیز، پیش از آنی که شما زن میگیرین زنهاتان بینین، زنهایی که پیش از آنی که شوهر میگیرین شوهرهاتان بینین، تا که امروز باعث این جنگ و جنجال نشود. حضرت سعدی میگوید وگر پارسا باشد و خوش سخن، نگاه در نکویی و زشتی مکن. وگر پارسا باشد و خوش سخن، همین زنک خدا ترس باشد، زنک جای نماز داشته باشد، زنک معامله خوب داشته باشد، زنک تبسم به مرد داشته باشد، نگاه در نکویی و زشتی مکن. دیگر زیباگیش تماشا نکو گفتن، خوشروگی زن نکاب گفتن حضرت سعدی، زمانی که اگر پارسا خدا ترس باشه و خوش سخن باشد. در دوام چی گفتن؟ زنی خوشمنش خواه نه روی خوب، زنی خوشمنش خواه نه روی خوب، که آمیزگاری بپوشد عیوب. زنی خوب بکاو گفتن، زنی خوش معامله بکاو، زنی مسلمان بکاو، زنی خدا ترس بکاو، زنی زیبا نکاو گفتن. مرحمت زنی زیبا را معاملش، زیرا که آمیزگاری بپوشد عیوب. میگوید زیرا که آمیزگاری بپوشد عیوب، یعنی همه آن رفتارهای خوبه که وی دارد و شکلی بد دارد، همه عیبهاش میپوشاند. یک مرد میگوید، یک زنی میگوید بسیار شوهر بدرو داشت، بد شکل بود، خیلی صورت الله تبدیل میدهد آخر. بعدا میگوید خیلی زندگیشان دوام داد و بعد یک روز این مرد میگوید وقتی خانه می در آمدم پایهام میشست، وقتی نزد دسترخوان می نشستم دستهام میشست. این مرد میگه روز مغرور شد و فکر کرد که خیلی البته شوهری زیبا و مثال خوش شکل هستم که این زن اینقدر مرا خدمت دارد. در اصل بسیار بدرو بود. میگوید صاحب کتاب حتی میگوید کوزه پشت بود، در پشتش مثل همون کوهان شتر یک گوشت زیاتی دیگر داشت، میانش همین تا کوز بود، لیکن بسیار زنی صاحب جمالی خوب داشت. با این زنی صاحب جمال، با زنی صاحب جمالیش باز اسلام و ایمان و خدا ترسی داشت. میگوید بار این شوهر گفت ای زنک، گفت از همه دیده در دنیا کی را دوست می‌داری؟ فکر کرد که البته زن میگوید که تو را دوست می‌دارم. کی را دوست می‌داری؟ از همه دیده. گفت بیا شوهر همین سوال از من نکن. گفت نه بگو آخی سوالی هست، کی را از همه بیشتر دوست می‌داری؟ گفت بیا یک سوال کن که از همه دیده کی را بد می‌بینی؟ گفت میلش از همه دیده کی را بد می‌بینی؟ گفت به خدا قسم از همه دیده بدترین انسان به سوی من تو هستی. گفت لیکن من که زنی خدا ترس هستم، گفت این شکلی تو را بین، این قدی تو را بین، این گویم صورتی تو را بین، لیکن مادامی که من از قیامت که می ترسم، خدمت تو شوهر بدرو را کرده ایستاده ایم. در روی تو گفت این تبسم هایی که من میکنم این به خاطر او است که پروردگار مرا در زمره شاکرین نویسد، مرا همچون شکر کننده نویسد، همچون صبر کننده در این بلا نویسد. من به این خاطر در چهره تو تبسم میکنم. و ایلا گفت دشمنی سخترین من به سوی من گفت تو هستی. گفت زیرا نه شکل داری نه صورت داری، لیکن به خاطر خدا این زن چیکار میکرد؟ صبر میکرد. شاید این صدای من به گوشی بعضی هم خواهرهایی که شوهرهای بدرو دارند، شوهرهای گویم که بی صورت دارند، اگر رسد و صبر کننده باشند انشاءالله. اون حضرت سعدی هم در شعرهاش میگه چون مستور باشد زنی خوب روی، چون مستور باشد زنی خوب روی، به بهشت است. یک
نظم دویمش فراموش کردم. مقصد اگر کسی که در دنیا زنی مستوره باشد، زنی خدا ترس باشد، زنی شوهرش احترام کردگی باشد، در بهشت برای او پروردگار شوی خوب میدهد. برای همین انشاءالله همین مردهای بی‌زیبی که میبینین اینها به نهایت در جنت زیبا میشوند. این بدرویی اینها همش در همین دنیا است که خوشرویی ها در عبرت شود که خدا میتونست که شما را مثل همین بدرو کند که نکرد. این برای عبرت است. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. مقسوم کامل، یک برادرمان مقسوم کامل خدا برکتش دیه در اینجا یک مبلغ پولی آوردن سپاریدن. از کوچه زواد هستن یا کوچه نام شیخ کمال رحمتی. حاجی بوری خان برادرمان، حاجی خدا نگهش دارد، این هم یک مبلغ آوردن در مسجد برای آبادی مسجد. بهرام مغازه قاریا، این هم این پهلوی که داریم، این هم حقی خودشون آورده سپاریدن. شیرعلی در حق پسرانش در خارجه هستن، گفت دعا کنید. فروخ این برادرمانم از همین قوم جمع است، اینم مبلغ آورده سپارم. نورعلی بچه اکی رحمت شاه دیروز برای خریدن شلنگ در همین مسجدم کمک کردن. دو برادر در حق مادر گفتن اینجا در یک مبلغ آورده سپاریدن. اکی اکبر، اکی ترسون، بابای حاجی، اکی دولت و دیگرهایی که خدمت کردند در این مسجد. اون روز اینجا خاک کشی بود، قریب 300 ماشین خاک از همینجا بردیم. در همین یک کندن همین 5000 سامانی صرف می شود. این در نظر نمی تابد، قریب $1,500 زیاد نمی یک کندن نمی چقریش می رود. بسیار یک گویم خراجات های وزنین می رود، لیکن انشاءالله ما از پروردگار امید داریم. ما را نیت ما نیک است، ما نیت ما فقط آبادی هست، فقط تبلیغ است و سخن حق به گوش شما رسانیدن است. مقصد ما فقط آبادی هست، فقط زیبایی شهرمان است. برای همین انشاءالله مهربانی پروردگار و یاردم شما قطعی این ما انجام میدهیم. اینش هم درکش نبود، لیکن الحمدلله بین بنا شد، خوب شد، نقص شد. اینش هم باز در قطار این جوانای ما و شما خیلی زیادن، جوان مردای زیاد داریم ما. انشاءالله اونا ما را کمک میکنن، ما این بنا را البته میسازیم. صندوق خیریه هم برادرها خیر احسان کردن. شریف از نوآباد، اکای عبدالمجید از توتو، بابای حاجی حکمت الله هم که مبلغهای روان کردگیان برای آبادی مسجد، در حقشون انشاءالله دعا میکنیم. برادرای خیلی عزیز و گرامی، الله در سوره توبه میگه انما یعمر مساجد الله من آمن بالله و بالیوم الاخر. همین مسجدها را کی آباد میکنند؟ مسجدها را کسانی آباد میکنند که باوری بر خدا دارند. راحت قیامت و راحت قبر میخواستگی آدما مسجدها را آباد میکنند. برای همین شما هم برادرای عزیز اینا برای من نمیکنید، اینا برای فایده جان خودتان میکنید. انشاءالله کمک کنین، یاردم کنین. گویم یک وزنینی هم که از گردن من دور میشود، یعنی ما فقط دیگر از پای موضوعمون میشیم، از پای گویم درسمون میشیم، دیگر به این طرف اون قدر توجه نمیکنیم. اینم یک یاردم میشود و از جانب دیگر برای فایده جان خودتان میکنید. انشاءالله همه این در نامه اعمال شما نویسنده میشود. و اینجا یک برادر سوم دادن 10 سامان که در حق برای فرزند یافتن هم دعا کنید. خدای مهربان همه این بنده هایی که یادآور شدیم نام های اونها را